درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد رضا هستم، اینجا مستر مکانیکه. به کانال من خوش اومدید. این دومین ویدیوی من هستش که دارم برای کانال ضبط میکنم. توی این ویدیو میخوایم درباره تفاوت محاسبه تغییر شکل در اجسام صلب با اجسام الاستیک رو در قالب یک مثال با هم دیگه مرور کنیم. ابتدا یاد بگیریم که جسم صلب و جسم الاستیک چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. خب، جسم صلب چه جسمی هست؟ ما به جسمی میگیم جسم صلب که فاصله نسبی هر دو تا نقطه دلخواه از اون جسم با هم دیگه ثابت بمونه و در طول حرکت تغییر نکنه. همچین جسمی وقتی میخواد حرکت انتقالی انجام بده، چون خاصیت انعطاف پذیری نداره که نقطه ها در ضمن حرکت از همدیگه فاصله بگیرن، در طول حرکت انتقالی همه نقاط جسم با یک سرعت از جمله مرکز جسم با یک سرعت یکسان حرکت میکنند. اگه حرکت دورانی باشه، از درس دینامیک حتما خاطرتون هست، برای جسم صلب سرعت در حرکت دورانی رو ما از رابطه V مساوی R اومگا حساب میکنیم. اومگا سرعت زاویه‌ای هست که در ویدیوی اول کانال، لینکش هم براتون میذارم اینجا، صحبت کردیم که به چه نحوی هست. اومگای بزرگتر یعنی سرعت بزرگتر. همچنین R بزرگتر یعنی هرچی فاصله از اون مرکز دوران بیشتر باشه، سرعت هم افزایش پیدا میکنه. مثلا شما اگر یه خودکاری رو دستتون بگیرید و به این حالت تکون بدین، نقطه انتهایی بیشتر حرکت میکنه. یا اصلا به همین خاطر هستش که توی زلزله ساختمان‌های طبقات بالا بیشتر دچار حرکت میشن. چرا؟ چون R بزرگتر هست. و در آخر این که در طول بارگذاری ارضی اثرات خمشی ما در جسم صلب نداریم، چون قابلیت انعطاف پذیری نداره که اصلا جسم صلب دچار خمش بشه. و تغییر شکل ها از روابط هندسی مثل قضیه تالس محاسبه میشن. اما جسم الاستیک برای المان هایی که تحت اثر بار محوری قرار گرفتند، تغییر شکل ها رو ما میریم سراغ فصل دوم مقاومت مساله. از رابطه دلتا مساوی PL بر AI حساب میکنیم. حالا اگه ضریب پواسون نبود، کرنش ما میشه یک بعدی. تو همون راستایی که نیرو اعمال میشه، تغییر شکل یا کرنش هم توی همون راستاست. اگر ضریب پواسون باشه، در راستاهای دیگه هم ما تغییر شکل خواهیم داشت با استفاده از قانون هوک که در مقاومت مساله 1 اینها رو باهاش آشنا شدید. اگر گشتاور پیچشی وارد شد، در این صورت هم ما تغییر شکل‌های پیچشی خواهیم داشت و بهش میگفتیم زاویه تویست. اگه بار ارضی وارد شد، میشه فصل 4 مقاومت مساله. کوپل پیچشی هم فصل 3 مقاومت مساله 1 بود. اگه بار ارضی وارد شد، ما اصطلاحاً خیز خواهیم داشت. نحوه محاسبه گشتاور خمشی رو و دیاگرام های لنگر خمشی و نیروی ارضی رو شما توی درس های استاتیک و مقاومت مساله 1 باش آشنا میشید. محاسبه تنش در مقاومت مساله دو هم میایید با استفاده از رابطه EI گند مساوی M جابجایی‌های ارضی رو به گشتاور خمشی ارتباط میدید. و نهایتا در فصل کمانش که مربوط میشه به بارگذاری محوری ستونهای بلند در حالت فشاری، دوباره جابجایی ارضی که پیش میاد از معادلات خیز تبعیت میکنه که انشاءالله مفصلا اینها رو طی ویدیوهای مختلف با هم دیگه مرور خواهیم کرد. اینایی که عرض کردیم خدمتتون درباره تفاوت‌های جسم صلب با جسم الاستیک بود. اینجا می‌خوایم دو تا نکته رو دوباره برای تاکید بیشتر یادآوری کنیم.
اولش این هستش که صلبیت یک مفهوم نسبیه. ما یک جسم مطلقاً صلب یا یک جسم مطلقاً انعطاف پذیر نداریم. جسم آ در مقابل جسم ب ممکنه صلب باشه و ممکنه همون جسم در مقایسه با یه جسم دیگه جسم انعطاف پذیر مدل بشه. علاوه بر این خیلی مهمه که مسئله مورد مطالعه ما چی هست. مثال بزنم، اگر ما میخوایم پرواز یک هواپیما از تهران به مشهد رو محاسبه کنیم که چه مدت زمانی طول میکشه و یه سری پارامترهای سینماتیکی رو بخوایم تحلیل کنیم، توی این مثال ما میتونیم سازه هواپیما رو یک جسم صلب در نظر بگیریم. اما اگر میخوایم بال اون هواپیما رو طراحی کنیم در مقابل بارگذاری های آیرودینامیکی، دیگه در اون حالت مدل جسم صلب برای بال هواپیما مدل خیلی خوبی برای ما نخواهد بود. ما باید انعطاف پذیری در نظر بگیریم تا بتونیم ارتعاشات باله رو تحلیل کنیم، کرنش های دینامیکی رو به دست بیاریم، کرنش های دینامیکی رو به تنش های دینامیکی ارتباط بدیم، بعد بریم سراغ درس طراحی اجزا و طراحی بر اساس معیارهای خستگی. پس خیلی مهمه که مدل سازی ما به چه نحوه هست و مسئله مورد مطالعه ما چی هست، نه اینکه یک جسم در همه جا صلب، جسم دیگر در همه جا انعطاف پذیره. این نکته اول. نکته دوم این که در محاسبه عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی یا اعمال شرایط مرزی فرقی نداره که اون جسم صلب هست یا الاستیک. دیگه از نظر استاتیکی اینها با هم تفاوتی نخواهند داشت. از نظر اعمال شرایط مرزی هم همینطور. خب این مثال رو توجه کنید. به نقطه انتهایی C از تیر ABC یک نیروی 800 نیوتنی وارد شده. سمت A یک میله نیم متری انعطاف پذیر با سفتی محوری 900 کیلونیوتن ما داریم. خب فواصل هم مشخص است. از ما خواسته که جابجایی نقطه C رو محاسبه کنید در دو تا حالت. اول فرض کنید تیر ABC یه تیر صلبه و در قسمت B این تیر رو ما به صورت یک جسم الاستیک با سفتی خمیشی 75 کیلونیوتن متر مربع در نظر بگیرید و حل کنید. خب اول میریم سراغ پیکره آزاد و معادلات تعادل استاتیکی و محاسبه عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی. خب در نقطه C ما نیروی P رو داریم به عنوان یک بار خارجی. مفصل B اگر حذفش کنیم یک نیروی عکس‌العمل اونجا خواهیم داشت. اگر میله عاده رو حذف کنیم یک عکس‌العمل نیرویی هم در نقطه A خواهیم داشت. با توجه به اینکه در استاتیک هستیم، معادلات ما به شکل زیگما M مساوی 0 و زیگما F مساوی 0 خواهد بود. من ترجیح میدم حول نقطه B بنویسم معادله گشت آورم و تا پی B حذف بشه و پی A مستقیما به دست بیاد. بعد از اینکه پی A رو محاسبه کردم با استفاده از رابطه تعادل نیرویی پی B رو محاسبه میکنم که جزئیات محاسبات رو اینجا نوشتیم. با توجه به جهت نیروها و قانون سوم نیوتن، شما اگر میله عاده رو در نظر بگیرید، نیروی پی A در نقطه A به شکل کششی وارد خواهد شد. پس در نتیجه نقطه A به سمت بالا حرکت میکنه چون نقطه D نقطه ثابت هست و عاده هم تحت کشش هست. پس اینو یادتون باشه که نقطه A به سمت بالا حرکت خواهد کرد. قیدهای حاکم بر مسئله ما چی هست؟ یا همون شرایط مرزی. اول اینکه نقطه B ساکنه. چرا؟ چون نقطه تکیه‌گاه هست، نقطه مفصل هستی که در راستای Y نقطه B حرکت نداره. ثانیاً نقطه A هم به اندازه YA به سمت بالا حرکت میکنه. مقدار YA چقدر هست؟ میریم سراغ مقاومت مساله.
تغییر شکل میله ها تحت اثر بار محوری. دلتا یا ایگرگ رو ما به شکل پی ال تقسیم بر آی در نظر می گرفتیم. پی آ مشخص، ال مشخص، آی رو هم که به ما داده بود. جایگذاری کنیم میشه 66 صدم میلیمتر. و وای بی همونطوری که عرض کردم خدمتتون 0 هست. حالا میریم سراغ تشابه یا همون قضیه تالس. نقطه بی ساکن ایگرگ آ رو دارم، مدلم هم مدل جسم صلب هست. یه قضیه تالس بنویسم میبینم که این رابطه برقراره. ایگرگ آ تقسیم بر آب مساوی ایگرگ سی تقسیم بر ب سه. همه چی رو میدونم، ایگرگ سی مجهول من هست، به دست میاد 1 میلیمتر. همینطوری که ملاحظه میکنید ما با استفاده از یک رابطه هندسی تغییر شکل رو در جسم صلب حساب کردیم و به سمت پایین هست این جابجایی. اما الان میخوایم به شکل یک تیر الاستیک این مسئله رو تحلیل کنیم و همونطوری که گفتم باید از رابطه ای آی وایزگوند مساوی ام استفاده کنیم. یه معادله دیفرانسیل معمولی در حوزه مکان حل کنیم تا با پیدا کردن ایگرگ در ایکس های مختلف و تخصیص مقدار ایکس مساوی ایکس سی ایگرگ رو حساب کنیم که همون خیز نقطه سی خواهد بود. به چه روش این رو حل کنیم؟ خب راه های مختلفی وجود داره. ساده ترین راه استفاده از توابع پارانتز شکسته یا توابع دیسکانتینیوس یا توابع ماکولی هستش که به شکل جدول شما توی درس مقاومت مصالح 2 باش آشنا شدید. اینجا هم من یه تصویر گذاشتم که اگر گشتاور متمرکز بود، نیروی متمرکز بود یا بار گسترده بود، لودینگ فانکشن شما، تابع بارگذاری شما به چه نحوی هست؟ با انتگرال گیری شما به نیروی برشی و گشتاور خمشی میتونید برسید که الان در این بحث برای ما گشتاور خمشی اهمیت داره. چون نیروی پی آ به سمت پایین هست میشه منفی پی آ ضرب در ایکس. دیمانسیونش هم دقت کنید از بعد گشتاور هست، نیرو ضرب در فاصله. پی بی چون به سمت بالا هست مثبت پی بی، چون در ایکس مساوی نیم متر داره به تیر اعمال میشه پارانتز شکسته ایکس منهای نیم می نویسیم. برای پی آ چرا ننوشتیم؟ چون در ایکس مساوی 0 اعمال میشه، پارانتز شکسته ایکس منهای آ با خود ایکس تفاوتی نداره. پس ضابطه بارگذاری گشتاور خمشی برای این تیر به این حالت هست. چرا نیروی پی رو نذاشتم؟ چون نیروی پی در انتهای تیر هست. من بخوام در هر ایکسی خمش رو حساب کنم، طول تیر اگه خاطرتون باشه کلا 1.25 متر بود دیگه، نیم متر به علاوه 75 صدم متر. هر عددی به این بدم ایکس منهای 1.25 داخلش میشه منفی. ما تو قدر مطلق میگفتیم که اگر داخل قدر مطلق منفی شد، مثلا قدر مطلق منفی 2 میشه مثبت 2، علامت عوض میشد. پارانتز شکسته فرقش با قدر مطلق اینه که اگر داخل پارانتز منفی شد حاصل دیگه 0 است. به همین خاطر انگار یه ترم به اضافه 0 من توی گشتاور خمشی دارم. به این خاطر در نوشتن ضرورتی نداره که اونو بنویسیم. حالا که گشتاور رو من نوشتم، از رابطه ای آی وایزگوند استفاده میکنم، باید انتگرال گیری کنم. قواعد انتگرال گیری از توابع پارانتز شکسته رو هم اینجا به شکل تصویر خدمتتون ارائه دادیم که اینجا چون توانهای ما مثبت هست عملا فرقی با انتگرال گیری از چند جمله های معمولی نداره و 2 بار انتگرال گیری کنم با توجه به اینکه ای آی هم یک عدد ثابت هست میتونم به طرفین تقسیم کنم بعد انتگرال گیری کنم. اگر از x انتگرال گیری میکردم 1 بار میشد x2 دوم، یه انتگرال دیگه بگیرم میشه x3 ششم و همینطور پارانتز شکسته x منهای نیم میشه x منهای نیم به توان 3 تقسیم بر 6 به علاوه 2 تا ضریب مجهول.
چون دارم به شکل نامعین انتگرال گیری میکنم. این ضرایب چجوری قراره محاسبه بشن؟ با استفاده از شرایط مرزی. معادله دیفرانسیلم از مرتبه 2 هست. من 2 تا شرط مرزی میخوام. 2 تا هم مجهول دارم. 2 معادله 2 مجهولی حل میکنم. C1 و C2 به دست میاد. شرایط مرزیم چی بود؟ Y 0. یعنی همون جایی که میله وجود داشت پیدا کردیم با استفاده از فرمول تغییر شکل محوری. شد 2/3 میلیمتر. Y نیم همچون تکیه‌گاه بود 0. پس یه بار به x بدم 0. خب PA x ششم میشه 0. PB x منهای نیم به توان 3 ششم. الان دقت کنید 0 بدم داخل پارانتز شکسته میشه منفی. پس این ترم هم حذف میشه. C1 ضرب در 0 هم که میشه 0. فقط C2 باقی میمونه. C2 مساوی چی میشه؟ EI ضرب در Y0 که حساب کنیم C2 به دست میاد 50. یه بارم نیم بینم تا C1 رو به دست بیارم. C1 هم میشه منفی 50. حالا من چی رو میخواستم؟ جابجایی در انتهای تیر رو میخواستم. اگه به x بدم 1/25 Y نقطه C به دست میاد که حاصل میشه منفی 3.5 میلیمتر. دقت کنید توی مدل جسم صلب Y ما 1 میلیمتر به دست اومد ولی اینجا 3.5 میلیمتر به دست اومد. پس اگر مدل سازی ما فرق کنه جابجایی ها هم میتونه اعداد متفاوتی به دست میاد. امیدوارم که از این ویدیوی آموزشی استفاده کافی رو برده باشید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.